پارک ملی بند امیر. بند امیر مجموعه 7 دریاچه در بلندی‌های هندوکش در ولایت بامیان است که با سدهای طبیعی از یکدیگر جدا شدند. چشمه‌ها تامین کننده آب این دریاچه هاند. این منطقه نخستین پارک ملی افغانستان شمرده می شود. بند امیر در میان هندوکش شرقی و رشته کوههای بابا در مرکز کشور قرار دارد. بند امیر با ارتفاع نزدیک به 3000 متر در طول وادی دریاچه‌ای که نام خود را از آن گرفته است امتداد دارد. آب زلال بند امیر سیاحین بیشماری را به خود کشانده است. مردم محل این آب را شفابخش می دانند. مناظر زیبا، دلپذیر و دلچسب این منطقه در سال 1388 هجری شمسی حکومت را واداشت تا بند امیر را به عنوان اولین پارک ملی در افغانستان اعلام کند. این بند یکی از عجایب طبیعی افغانستان محسوب می شود. جاذبه گردشگری بند امیر از سال 1329 هجری شمسی توریست های بسیاری را به خود جلب کرده است. نام این دریاچه ها گرچه در سال 1339 هجری شمسی در سطح بین المللی بازتاب پیدا کرد، اما تا سال 1388 هجری شمسی به طول انجامید که این منطقه به پارک ملی تبدیل شود. بند امیر اولین و تنها پارک ملی افغانستان است که در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز ثبت شده است. مساحت این پارک حدود 41000 هکتار است. بند امیر سرچشمه دریای بلخاب است و بسیاری از مناطق شمال افغانستان از جمله ولایت بلخ را آبیاری می کند. رنگ آب آن به صورت آبی و لاجوردی است.